پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که مرد نزد پیامبر خدا آمد گفت یا رسول خدا از همه بیشتر سزاوار نیکی من که از فرمودم مادرم گفتید باز که فرمودم مادرم باز که یعنی باز مادرم و در نوبت چهارم گفتم پدرم. شاعر یعنی خلیل الله خلیلی می‌فرماید که جشن مادر روز عید مادر است. رازها در مقدم وی مضمر است. آدمی را گر خدا آرد نخست آدمیان را کند مادر درست. مادر فرخنده شاگرد خدا یعنی استاد درگاه کبریا. محترم الجماعت یک نقطه مهم را قید نمودن ضرور است که هیچ گاه در جامعه موقع زن را از مردان پایین‌تر دانستن روا نبود. یعنی هم از لحاظ قانونی دولت و هم از لحاظ شریعت این عمل یعنی جایز نیست. برخلاف بسیاری از اندیشه‌ها و عقیده‌های نادرست که زنان را از نظر یعنی کرامت وجود از مردان پایین‌تر می‌دانند، دین مبین اسلام در این زمینه هر دو جنس را در یک صف قرار داده با یک کتاب با آنها مراجعت نموده است. یعنی خداوند مهربان قرآن عظیم‌الشأن نموده می‌فرماید که یعنی الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردها قوام یعنی بر بالای زنها قوام هستند. یعنی مثلا این یعنی پس دادن حق زنها نیست، بلکه اگر تصور کنید اگر یک دولت سردار دولت نداشته باشد، یک لشکر سرلشکر نداشته باشد، یعنی باید لشکر هم هلاک میشه، دولت هم هلاک میشه. یعنی قاعده هم باید سردار آینه. اینجا خداوند مهربان همچون مردهای سردار آینه، یعنی برای چی؟ برای آنکه خداوند مهربان مرد یعنی قوت داده است، مرد موضوعی به قوت داده است، نفقه اهل عیال یعنی زمین مرد رو گذاشته است. زنهایی که یک نازک طبیعت یعنی خلق کرده است، این به معنای آن نیست که مرد یعنی زنش ظلم کند، زنش سخت رسد، زنش حقارت کند. این به این معنی نیست. اصلا باید که یعنی عزت و حرمت کرده شود. وقتی که خداوند مهربان آدم علیه السلام آفرید، یک کامل سخن آدم علیه السلام همین بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خداوند سوره بقره آیه 35 میگه که اعوذ بالله و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. خداوند گفت که آدم ما آدم رو گفتیم که توی زوجت یعنی جنت قدر مسکن بده. یعنی مسکن یعنی آرامش، یعنی آرامش یابید با آرامش زندگی کنید. برای چی؟ برای آنکه همین انسانی که روی زمین اندر است همش آرامی و یعنی محتاج است. از جمله ما شما اگر آرام نباشیم و در عصبمون آرام نباشیم یعنی ما کارهای هم دنیوی هم هم آخرت هم رو اجرا کردن نمی‌کنیم. مثلا باید یک دکتر باشد، دکتر جراح برای جراحی کردن باید آرام باشد، یک معلم باشد برای درس دادن، یک پدر مادر برای تربیت کردن آرام باشد، یعنی یک رسام باشد برای آرام گرفتن اون رسمش کشیدن کجا میره؟ یا در این جنگل میره یا یادهای بحثی آرام باشد. از برای خداوند مهربان امرش آن است که یعنی مردها با همراهی زنها در خانهشان آرام باشند. گرچه که بعضی خانه‌ها جای آرامش نیست، یعنی از خلق و رفتاری شاید مرد باشد شاید زن باشد آرامش ندارند، لیکن اصلا خداوند همین مسکن ما جای زیستی ما جای آرامش داده است. خدا بزرگ که آرام باشد همین جای زیست ما هستند. در پیام نوبتی خود یعنی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری پاکستان محترم امام رحمان و مجلس عالی جمهوری پاکستان درباره سمت‌های اساسی سیاسی داخلی و خارجی کشور یعنی سردار دولت به نقش زنان رو به عنوان در رشد جمهوری خودشناسی و تربیت نسل‌های سالم و کامل و سازندگان آینده کشور رهنمایی کردند. دین مبین اسلام دستور می‌دهد که تا زن را از روز تولدش تا دم مرگش همچون مادر، یعنی زن که است یک انسان به همچون یک مادر، یک انسان به دخترش است، همسرش است، خواهرش است، عمه‌ش است، خاله‌ش است. انا همین جهت‌ها که یعنی زنها اکرام یعنی حرمت کرده شدند. یک کس مادر است، یک کس خواهر است. خب محترم الجماعت، یعنی وقتی که
دختر ناتوان است و چیزی از دستش نمیآید، اسلام با والدین او امر میکند تا او را خوب پرورش نماید و تمام احتیاجات او را برآورد و به آنها برای این کار ثواب فراوان وعده داده است تا این کار را بیشتر و خوبتر انجام دهند. پیغمبر علیه السلام می‌فرمایند که هر کسی دختر داشته باشد و آنها را جای دهد و پرورش نماید و با آنها رحم نماید، برایش البته جنت واجب می‌گردد. پس از این میان یعنی مرد سوال کرد که ای رسول خدا، اگر دو دختر داشته باشد، فرمودند اگرچه دو دختر داشته باشد. یعنی روایت حضرت امام بخاری است. از همین سلام متقابلا اینجوری یعنی مادری تاجیک با سری بلند افتخار دارد که صدها فرزندان فرزانه نابغگان بزرگ و نامبرداران ملت را به دنیا آورده در دامان پرمهر و محبت پاک خود پروریده است. یعنی آیین وطنداری و چون خدمت به جامعه بشر را چون امانت مقدس در دل آنها نوشته است. در همه دور و زمان تاجیکان زن مادر را گرامی می‌داشتند. یعنی جواب جانشین‌های زن مادر که به یک دست گوهر و فرزند و با دست دیگر گوهر فرهنگ و تمدن ملت را می‌جنباند. یعنی تمامی تعلیمات از مادر است. بسیارتر برای چی مادر فرزندش که بسیارتر یعنی همنشین است. برای که فرزند دیدید که یعنی باید سربلندانه خدمت مادر وطن برفته ایستاده است، اختیار شدهش که شما دانید که مادرش قهرمان است. اگر یک فرزند از خدمت مادر وطن بوده دانشید که فرزند مادرش اینقدر تربیت خوب ندارد. یعنی مادر خوب تربیت خوب آن است که فرزندش خدمت مادر وطن و خدمت خلق و جامعه را تیار بکند. ببینید چقدر زحمت‌ها هست، چقدر یعنی خدمت‌ها هست. یعنی محترم همین با موارد است که ما قید کنیم که تقریباً 30-35 نفر یعنی ابرمردان شهر اصفهان، یعنی انسان‌هایی که همین وطن و دلشان می‌سوزد، همین شهر اصفهان و دلشان می‌سوزد، یعنی مراجعتنامه قبول کردند. همون مراجعتنامه آمده است که ساکنان شهر اصفهان یعنی هر یکی ما شما یعنی مراجعه کرده میگن که برادران خواهران عزیز یعنی همشهریان عزیز، همین اصفهان این شهر ما هست. یعنی آبادان همین شهر موافق سخن بابرکات پیامبر علیه السلام یعنی شرف المکان بیمکین، یعنی همین شرف مکان یعنی ساکناش است. اگر شما برای دو کوچه لای و کوچه نقشتی را دارید طبقات شکل میشد، افرادی تازه را شکل میشد طبقات. البته ما انسان هستیم، ما یعنی زیبایی پرست هستیم. اگر ما شما باید جای زیبا باشد یعنی البته همین ما خوش میشد. برای همین زیبا شده شهر اصفهان هر یکی ما شما اگر چندی که از 10 سال 5 سال 100 سال چقدر که نباشد سمگذار باشیم، بیرون هم نباشیم، یعنی که غافل نباشیم، بی‌طرف نباشیم. اگر ما یک جایگی برای همین وطن آبادانیش کوشش غیرت کنیم یعنی ما میتوانیم انشاءالله یعنی این را سرجمی در کار، این را متحدی در کار. برای چی؟ برای آنکه بیان که یعنی اصلا حضرت شیخ سعدی بیان که نمی‌رد آنکه پس از وی ماند به جای پول و مسجد و خان و میهمانسرای وی نمی‌ماند هیچ وقت. کی است همون انسان؟ یعنی بعد از خودش یعنی پول و مسجد و خان و میهمانسرای، پول باقی نمی‌ماند، بعد از خودش مسجد باقی نمی‌ماند، یعنی میهمانخانه باقی نمی‌ماند، راه باقی نمی‌ماند، از راه همین کاروان می‌گذرد، راه به جا می‌ماند، عمر ما می‌گذرد، نیکی ما می‌ماند. این کاروان هر روزه هر روز با شما گذشته می‌گیرد، عمر ما هم می‌گذرد، لیکن نیکی ما می‌ماند. نیکی از خود همین محترم انجمن شاه و حال آن مادرانی که یک برادر بسیار عزیزی ما و 4 ماشینه بسیار حجمش کلان برای افراد برداری تحفه کردن، تحفه رمضانی. ببینید خوشا بر حالش بخیلی معامل کنند. محترم انجمن دعا کنید خداوند مهربان سطح همین احسانکارهای زیاده گرداند. خداوند مهربان این قهرمان هستند اینها.
خداوند مهربان با دولتشان زیاده گرداند، ایمانشان کامل گرداند، فرزندانشان نبیرانشان مانند خداشان احسان کننده باری به دولت یعنی با ایمان با تقوا گرداند. خداوند مهربان این ماه مبارک رمضان همه ماهشون مبارک گرداند. خداوند از این ماه مبارک رمضان بهره گیرنده گرداند. خداوند مهربان همه ما به تن جان صاف عمر دراز رزق وسیع بخت و سعادت عطا کند. الله اکبر. محترم الجماعت، چند برادران بسیار عزیزی ما دعا طلب کردند.